نسبت حالا یه مقدمه راجع به نسبت تکامل و نوروساینس حقیقت مطرح بکنم و جایگاه نوروساینس رو از منظر تکاملی مقدار راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم. عرض به حضورتون که اولا که نوروساینس یک علم کاملا تکاملیه، یعنی بر اساس نظریه تکامل شکل گرفته. کسانی که تو حوزه نوروساینس فعالیت میکنن ناچارن که به تکامل باور و اعتقاد داشته باشن. این یک بحث انتخابی نیستش که مثلا فکر کنین حالا من به تکامل باور دارم یا ندارم. این عرصه اساسا بر اساس تکامل شکل گرفته، یعنی پارادایم هاش، مفاهیمش، زبانش، اصلا شیوه پژوهشی و تحقیقاتی که در حقیقت وجود داشته و نمیتونه یک نوروساینتیستی تکامل رو ایگنور بکنه، انکار بکنه و در امتداد تکامل در حقیقت داره صحبت میکنه اینها. و این علمیه که در امتداد یک علوم دیگه‌ای در حقیقت قرار گرفته و خود همین نشون دهنده اهمیت حالا جایگاه تکامل و اینها میشه دیگه. حالا البته یه چیزی رو، یه توضیحات کلی رو خدمتتون بدم. دوستانی که رشتهشون زیست شناسی بوده یا تو این حوزه فعالیت کردن شاید براشون اینا خیلی بدیهی باشه یا عادی باشه، اما در هر صورت برای فهم مغز به ما کمک میکنه که ما متوجه بشیم که این روند تاریخیش چه شکلی بوده و روند و خب اینجا مطالعه روند تاریخی یک جور مطالعه آنتولوژیک هم هست دیگه. انگار که من دارم یک روند چیزی رو، یه روند مطالعاتی رو از منظر سوم شخص در حقیقت در نظر میگیرم که این منظر سوم شخص خودش یه توصیف، یعنی توصیف نظام علی رو داره میگه دیگه. داره میگه که اگر من بتونم، حالا تو علم اینجا در حقیقت ما تو نگاه ساینتیفیک هم نگاه تاریخی و علی رو میبینیم دیگه. مثلا میگیم که در فلان آزمایش ما اومدیم مثلا میزان سدیم رو تغییر دادیم، بعد فلان اتفاق رخ داد. خب خود این رویکرد یک رویکرد تاریخیه به نوعی، یعنی اگر که من بتونم توضیح بدم که اضافه کردن سدیم در این محلول مثلا باعث شده که فلان اتفاق بیفته، یک چیز دیگه، گزاره علمی صادر کردم دیگه. انگار که گفتم که این اتفاق بدون هیچ واسطه‌ای باعث یک اتفاق دیگه‌ای شد، انگار که کازالیتی رو توی این اومدم بیان کردم. این خیلی شبیه این میمونه که من یه نگاه تاریخی رو مطرح کنم، منتها طوری نگاه تاریخی رو مطرح کنم که باز بدون واسطه باشه. انگار من میگم که در ابتدا سدیم وارد این محلول شد، سپس این اتفاق افتاد. مثل میمونه که بگم اگر P آنگاه Q، منتها برای اینکه این نظام علی قوی تری داشته باشه باید بگم هرگاه P آنگاه Q، هر وقتم P هر وقتم Q حتما P. یعنی اینا کاملا بدون واسطه اتفاق افتادن. به همین دلیل مطالعه تاریخی از این منظر خودش یک مطالعه علمیه. یعنی اینکه من بیام ببینم که خب مغز من تحت چه فرایندهایی این تغییر توش اتفاق افتاده یا در طول تاریخ چه شکلی بوده، یک مطالعه مکمل علمی لااقل در این حوزه. و حالا برای اینکه یک اینسایت و ویژن و دیدی نسبت به شکل‌گیری مغز و اینام داشته باشین، لازمش اینه که یک اشرافی راجع به روند تکاملی و اختصاصی شدن سلول ها راجع به صحبت بکنیم. به خصوص اینکه نوروساینس داره راجع به یک نوع سلول خاص در بدن ما صحبت میکنه، یا حداقل حالا یک انواعی از سلول های خاص توی بدن ما صحبت میکنه که شامل نورون ها و گلیا سل ها در حقیقت به طور کلی میشن دیگه. یعنی ما در نوروساینس به طور کلی داریم روی این حوزه مطالعه میکنیم، بهش میپردازیم و باید بدونیم که این سلول ها اصلا کارشون چیه، چرا اختصاصی شدن، از نظر تاریخی چی کار میکنن و از نظر تاریخی در حقیقت چه فرایندی رو دارن ایجاد میکنن و ما چه اتفاقی افتاده که اصلا اینا اختصاصی شدن، اینا اصلا جدا شدن نسبت به سلول های دیگه. و این فرایند توی تکامل معنی داره که ما باید یه مقدار راجبش اشراف داشته باشیم. در فرایند تکامل ما اول حالا این که میگم تکامل، من منظورم اِوولوشن دیگه. حالا کلمات فارسی درست ترش شاید فرگشت درست تر باشه، شاید تطور درست تر باشه، ولی به طور کلی راجع به اِوولوشن دارم صحبت میکنم که در حقیقت برمیگرده به حدود 4.5 میلیارد سال پیش که فرایند در حقیقت شکل‌گیری حیات رو ما خوبه که یه مروری بکنیم. ببینید اول
در حقیقت زمین حدود 4.5 میلیارد سال پیش در حقیقت شکل گرفته، یعنی از اون توده گاز در حال انفجار و حرکت و اینها کم کم سرد میشه و در حقیقت 1 میلیارد سال حدوداً طول میکشه تا یک محیط نسبتاً مناسبی. حالا این چیز و عددا رو خودتون میتونید دقیقش بکنید دیگه، حالا اینکه 1 میلیارد و چقدر سال و فلانه، البته اینا همه حدودیه، اینا خیلی هم اونقدر دقیق نیستش دیگه، اما حدوداً انگار 1 میلیارد سال طول میکشه تا اینکه زمین مهیا بشه برای وجود حیات در خودش و شرایط دقیقاً طوری بشه که بتونه حیات اینجا فراهم بشه. بعد از اینکه یعنی 1 میلیارد سال بعد از اینکه شرایط حیات هم فراهم شد، اولین سلول‌های بدون هسته تحت یک شرایط و فرایندی که حالا این رو خیلی ها تصادفی در حقیقت میدونن شکل گرفت. یعنی یک سری پروتئین ها کنار هم، یک سری مولکول های پروتئینی کنار هم قرار گرفتن که اینها انگار یک مجموعه رو شکل دادن، این مجموعه مشترکی رو شکل دادن که حالا اینها منافع مشترکی دارن در کنار هم دیگه به نسبت اون مولکول های پروتئینی که این منافع مشترک رو ندارن. حالا منافع هم اینجا یه چیزهای از جنس پایداری و این هاست، بیشتر از جنس استیبیلیتی و این هاست. من یه ذره عقب‌ترم برم حالا، چون به نظر اومد که ممکنه یعنی خیلی دوستان متنوع تو این کلاس باشن، فقط یه اشاره‌ای بکنم، البته اینا خیلی چیز بدیهیه دیگه. مقیاس‌هایی که ما داریم از نظر حالا مکانی هم راجعش صحبت می‌کنیم، یه مقیاس در حد اتم و زیر اتمه که خب جزء ریزترین مقیاس هایی که بهش پرداخته میشه و این دیگه عملا میره در حوزه مطالعات فیزیک، مطالعات ساب پارتیکل ها، فیزیک پارتیکل تو عرصه فیزیک مطالعه میشه و فعل و انفعالات در اون سطح خب یه شکل دیگه است دیگه. اونجا فعل و انفعالات کوانتومی، احتمالات کوانتومیه و ماجرا اصلا یه شکل دیگه تحلیل میشه و بهش پرداخته میشه. در سطح بالاتر که میشه سطح مولکول، شیمی و بیوشیمی و کلا بیولوژی معمولا در سطح مولکول به بالا مطالعه میکنه و بررسی میکنه دیگه. و در فرآیند تکاملی هم که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، بیشتر مقیاس ریزمون در اندازه مولکوله وقتی راجعش صحبت میکنیم. پروتئین ها هم مولکول های بزرگی هستند که از ترکیبات مختلفی که حالا حتما کربن به هر حال توشون هست شکل میگیرن و یک نظام های بزرگ و یعنی مولکول های بزرگی رو شکل میدن با اتصالات مختلف و پیچیده که همون اسیدهای آمینو اینها هستن. این مولکول ها میتونن کنار هم شکل بگیرن، حالا از طریق همون واکنش هایی که توی شیمی هست، و میتونن یک شبکه به هم پیوسته رو ایجاد بکنن که اون شبکه به هم پیوسته دوام و بقاش، حالا اینجا به جای حیات اگه بگم دوام بهتره، چون حیات مرحله بعد از اینه دیگه، تازه در مرحله شکل گیریش من در موردش صحبت میکنم. انگار که دوام این مجموعه یه منافعی رو تعیین میکنه که این منافع این اجزای مولکول هایی که به هم متصل شدن حالا فرق میکنه با یه مولکول تکی که بیرون قرار گرفته و اینها پایدارتر و متحرکتر میتونن در حقیقت ظاهر بشن. و اولین موجوداتی که در سیاره ما حاضر شدن سلول های بدون هسته بودن، در حقیقت سلول هایی بودن که هسته نداشتن. حالا جلوتر متوجه میشین که هسته چه اهمیتی داره. بعد از اینکه این سلول های پروکاریوت و سلول های بدون هسته شکل میگیرن، حدوداً 1 میلیارد سال دیگه طول میکشه تا اولین تک سلولی با هسته به وجود بیاد. یعنی ما یک سلولی رو داشته باشیم که این سلول هسته داره در درون خودش و در حقیقت نوکلئوس داره توی خودش. این چه خاصیتی داره؟ یعنی در مسیر تکامل هسته چه تأثیری داشته؟ بسیاری حالا میگم کسانی که از منظر زیست شناسی مقدار دورتر هستن، تصورشون بر اینه که هسته به نوعی مغز سلول، انگار مثلا تصوری که از مغز در انسان دارن فکر میکنن که در مورد سلول هم مثلا هسته یه نقش مثل مغز داره، در صورتی که هسته خیلی این کار رو انجام نمیده. سلول در جایگاه، اینجوری بگم بهتره، سلول در جایگاه تک سلولی خودش خیلی فرقی نمیکنه که هسته داشته باشه یا نداشته باشه، از این منظر که
متابولیسمش رو میتونه انجام بده، فعالیت‌های چیزش حیاتیش رو میتونه انجام بده. لزوما هم اینجا نیاز نیستش که هسته حتما وجود داشته باشه، هرچند که هسته این رو افیشنت‌تر و بهینه‌تر میکنه. اما جایگاه وجود نوکلئوس در سلول یک جایگاه فراتری در تکامل داره، اونم حمل دی ان ای بر رشته‌های ژنتیکی در حقیقت. یعنی سلول به واسطه هسته دار شدنش حالا میتونه ژن داشته باشه، میتونه ژن بیان بکنه و این ژن بیان کردن کلید به وجود اومدن چند سلولیه. ببینید ما برای اینکه بتونیم چند سلولی داشته باشیم، شما تصور بکنید در اون ارگانیسم‌های حیاتی اولیه که در بستر اقیانوس‌ها در حقیقت شکل گرفته، یک سری سلول داشتن، یه سری سلول اولیه به وجود اومدن و اینها در حقیقت شکل گرفتن و فرایند چیزشون به وجود اومده. یعنی یک سری پروتئین چیز کنار هم قرار گرفتن، یک سری مولکول‌های پروتئینی چیز کنار هم قرار گرفتن که این مولکول‌های پروتئینی اومدن منافع رو جدا کردن. حالا اینها هر کدومشون سلول‌های جدایی هستند، سلول‌های جدایی هستند که این سلول‌های جدا از به واسطه هسته داشتنشون میتونن ژن بیان بکنن، یعنی میتونن یک هویت یونیکی داشته باشن، میتونن یک هویت در حقیقت مستقلی در حقیقت داشته باشن و هویت متفاوتی با دیگران داشته باشن، کپی پیست نباشن. خب در سلول‌های اولیه تکثیر اون شکلی در حقیقت اتفاق نمیافتاده دیگه، اینا فرق می‌کرده. اما بحث بیشتر اینجاست که ما با تک سلولی مواجهیم، یعنی چیزی به اسم چند سلولی هنوز به وجود نیامده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه یک چند سلولی به وجود بیاد، باید این سلول‌ها با هم دیگه یک تعاملاتی داشته باشن که منافعشون با هم بشه مشترک دیگه. همونطور که یک تعدادی مولکول پروتئینی کنار هم قرار گرفتن و منافع مشترکی برای دوام و اینها براشون حاصل شد، حالا باید تعدادی سلول دیگه به مثابه مثل اون مولکول‌های پروتئینی بیان کنار هم قرار بگیرن، یک چند سلولی رو به وجود بیارن که اون چند سلولی که در حقیقت به وجود میاد منافع باز مشترکی از لحاظ دوام و فلان اینا داشته باشه و بتونه زندگی بکنه، بتونه دوام بیاره دیگه. خب حالا اینو خیلی فیزیکی بهش نگاه بکنین. سلول چیزی که لازم داره مثلا مواد غذایی لازم داره، نمیدونم اکسیژن لازم داره، فلان داره و یه سری مواد زائد داره، باید دفع بکنه اینا. این فرایندی که در حقیقت سلول داره انجام میده در یه محیطی که مثلا توی اقیانوس و اینا بودن، وقتی این سلول ها به هم دیگه میچسبن و کنار هم قرار میگیرن، این چجوری میتونن اینا همشون به منابع غذایی و مواد غذایی دسترسی داشته باشن به محیط و بعد هم بتونن مواد رو دریافت کنن، هم بتونن ضایعاتشون رو دفع بکنن؟ خب عملاً انگار که خب اون سلول هایی که در اطراف قرار میگیرن دسترسی بیشتری دارن به مواد و اینها، به مواد غذایی اینها، و اونایی که این وسط قرار میگیرن انگار ندارن دیگه. خب اینجاست که مفهوم تعامل بین سلولی شکل میگیره و شروع میشه. اینجا منتها یک پیش شرطی لازمه. اگر که قرار باشه یه تعدادی سلول کنار هم قرار بگیرن و با همدیگه زندگی بکنن، یعنی منافعشون در گروه همدیگه باشه، باید حتما تقسیم وظیفه اتفاق بیفته، باید تقسیم نقش اتفاق بیفته. چون سلول هایی که در اطراف هستن یک مزیت هایی دارن، حالا سلول های داخلی هم یک مزیت های دیگه ای دارن. ممکنه بگیم سلول هایی که در اطرافن ممکنه برخورد کنن با مثلا سنگ و فلان و اینا از بین برن، ولی سلول های داخلی تر مثلا سیف تر میمونن. یعنی به هر حال یه سری منافع و مزایا و معایب به واسطه این همزیستی شکل میگیره، اتفاق میفته که لازمه این که این مجموعه، این کل مشترک با همدیگه پیش برن و یک منافعی رو داشته باشن، اینه که اجزاء تشکیل دهنده هر کدوم اختصاصی بشن یا هر کدوم تعیین نقش و تعیین وظیفه در حقیقت براشون تعیین بشه. یعنی اینکه مثلا بیایم بگیم که خب اوکی، حالا ما 10 تا سلول دور هم قرار میگیریم، شما مثلا مواد غذایی رو دریافت بکن، شما مثلا اینو برسون به فلان جا، شما مثلا اینو دفعش بکن، اینجا بشه بخش ضایعات، اونجا بشه بخش ورودی، اینجا بشه فلان، و این یک کلی رو ایجاد میکنه که حالا میتونه یه چند سلولی وجود داشته باشه. منتها وجود چند سلولی منوط به اینه که هسته در درون سلول وجود داشته باشه که سلول هویت خودش رو بتونه بیان کنه، بتونه نقش بگیره و بگه که اوکی من جام اینجاست و دارم فلان کار رو انجام میدم و این
در حقیقت اختصاصی شدن برای سلول اتفاق بیفته. برای اینکه سلول بتونه این کار رو انجام بده، برای اینکه یک سلول بتونه نقش خودش رو در یک بدنه بزرگتر ببینه، برای اینکه بتونه خودش رو جزئی از یک کل مجموعه سلول‌های دیگه بدونه که داره منافع مشترک دارن و این برای اونها کار میکنه و از منافع با اونها بودن هم بهره میبره، پیش شرطش اینه که نقشه ژنتیکی داشته باشه. نقشه ژنتیکی چی کار میکنه؟ به سلول میگه که اولا ما مجموعمون کیان، یعنی در ژن یه نقشه کلی از همه اون سلول ها وجود داره دیگه، یعنی در ژن من یه نقشه کلی از این که کل بدنم چه شکلیه، چه سلولایی دارم، چه واکنشی باید نشون بدم، در هر یه دونه سلول کپی این نقشه وجود داره. یعنی شما تصور بکنید یه نقشه‌ای وجود داره از کل بدن من که این میگه که استخوان‌ها چجوری باشن، چه زمانی پیر بشم، نمیدونم قلب چجوری کار بکنه، عروق چجوری به هم وصل بشن، نمیدونم نورون‌ها چجوری هم دیگر پیدا بکنن. این نقشه ژنتیکی، این منوال، یه کپی ازش در تمام سلول‌های ما وجود داره و واسه همین هم هستش که سلول هر جا رو بگیرن میتونن از روش نقشه ژنتیکی و دی ان ای رو استخراج بکنن دیگه. در حقیقت این ماجرا، یعنی هر سلولی یه نقشه از کل بدن داره که حالا مثلا به زبان ساده انگار که جایی که خودش هست روش پررنگ شده، یعنی هم میدونه که دور و برش چه خبره، هم میدونه که کلیت چه خبره، هم میدونه به بیان چیزی دیگه، در سطح سلول دارم صحبت میکنم دیگه. مثلا در نورو دیولپمنت، توی شکلگیری سیستم عصبی، نورون های ما طوری وسط و گسترش پیدا میکنن که انگار میدونن دارن دنبال چی میگردن، انگار که این دندریت ها و شاخه ها رشد میکنه که به یک سری سلول خاص برسه واقعا. پس این بر اساس همون نقشه ژنتیکی داره اتفاق میفته. پس سلول ها به واسطه نقشه ژنتیکی یک تصور کلی و یک منوال کلی از بدن رو دارن و جای خودشون هم در بدن میدونن، وظیفه خودشون رو هم در بدن میدونن و فقط به این شکله که میتونه یه چند سلولی شکل بگیره و کنار هم قرار بگیرن. خب بنابراین پیچیده تر شدن حیات منوط به اون وجود هسته اتفاق افتاده. انگار حیات به این دلیل، به این شکل، به این پشتوانه پیچیده تر شد که یک هسته‌ای در هر سلول به وجود اومد که اون هسته نقش دنبال کشیدن و بر عهده گرفتن این نقشه کلی رو داره به عهده میگیره و در عین حال اختصاصی شدن سلول رو داره تعیین میکنه، داره نقش میده به سلول و سلولی که هسته داره دیگه میدونه که در چه بدنی قرار گرفته و نقش اون در اون بدن چیه و منافعی که در حقیقت هستش اونجا با هم دیگه شیر میشه و به اشتراک گذاشته میشه دیگه. پس هسته داشتن سلول ها که 1 میلیارد سال طول کشید تا اینکه سلول های با هسته به وجود بیان، باعث این شد که سلول ها حالا بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن، یک کانتریبیوشن کنار همدیگه داشته باشن و منافع مشترکی داشته باشن و از طریق بیان ژنتیکی بتونن نقش خودشون رو در یک بدنه کلی‌تری داشته باشن. این مثل همون تصور هولوگرافیک یا هولوگرام میمونه، انگار که کل در حقیقت روی اجزا تاثیر داره، اجزا هم روی کل تاثیر دارن و اجزا هر کدوم آینه‌ای از کل هم هستن. این در نگاه ژنتیکی ما هم کاملا دیده میشه دیگه. بعد که سلول های با هسته به وجود اومدن هم باز 1 میلیارد سال طول کشید تا اینکه 1 میلیارد سال دقیقاً طول کشید تا اینکه سلول چند هسته‌ای به وجود بیاد، موجودات چند سلولی به وجود بیاد و اینها یک ترکیبات پیچیده رو ایجاد بکنن که این ترکیبات پیچیده خودش حالا هی داره بسته گسترش پیدا میکنه دیگه. یعنی در شکل‌گیری دقیقاً تکاملی ما سلول ها رو اول تک سلولی بدون هسته داریم، بعد تک سلولی با هسته داریم، بعد چند سلولی هایی داریم که حالا دیگه این چند سلولی ها خودشون هی تنوع و تعدد مختلفی در حقیقت پیدا میکنن و این تنوع و تعدد همینجور هی در تعامل با طبیعت چیز میشه، برهم کنش پیدا میکنه و هی شکل جدیدی از اون شکل میگیره که این همون فرایند فرگشته که تحت تاثیر 2 تا عامل هم هست. من خیلی نمیخوام وارد بحث‌های تکاملی بشم، ولی تحت تاثیر 2 تا عامل اصلیه، یکی نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی، یکی هم بقا و حیات و
ادابتیشن با این شرایط. در حقیقت اون سوی طبیعت در حوزه تکامل نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعیه که البته اینها رو دیگه حالا الان یه سری پارامترها هم براش تعیین میکنن دیگه. یعنی نچرال سلکشن یه امر حالا کاملا بی‌معنا هم یا کاملا تصادفی هم نیستش، یه جور یه ساختاریه که در حقیقت دلایل بیرونی، دلایل بیوشیمیایی، دلایل فیزیکی و دلایل این تیپی هم در حقیقت داره دیگه، مثل همون پایداری و فلان اینا. و از سمت دیگه میلی که از موجودات وجود داره برای اینکه شرایط رو به نفع خودشون رقم بزنن، در حقیقت بحث میل به بقا، سروایو و سازگاری با شرایطه که نچرال سلکشن انتخاب اصلح میکنه و ادابتیشن سازگاری با شرایط اینها میکنه که دوام و بقا در حقیقت بتونن اتفاق بیفتن. و این مسیری که حالا در تکامل شکل گرفته برای فهم مغز هم خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه که ما بدونیم که مثلا مسیری که به وجود اومده چه شکلی بوده. اول در اقیانوس‌ها اینا به وجود اومدن، بعد یه سری بی‌مهره‌ها در حقیقت شکل گرفتن، بعد اومدن توی خشکی، بعد در حقیقت دوزیستان اینا اومدن توی خشکی و یه ماهی‌ها در حقیقت شش پیدا کردن، بعد دوزیستان به وجود اومدن، بعد خزندگان به وجود اومدن، بعد چیزاش مسیراش دیگه جدا میشه دیگه. پرندگان از خزندگان یه مسیر میره به سمت پرندگان، یه مسیر میره به سمت پستانداران و بعد پستانداران هی پیچیده‌تر شدن، پریمات ها رو به وجود آوردن یا نخستیان رو به وجود آوردن و بعد یعنی به وجود اومد، بعدم که حالا انسان در حقیقت شکل گرفت به وجود اومد. و ما بسیاری از فعالیت‌های ذهنیمون تحت تأثیر دغدغه‌های تکاملی مونه. واسه همینه که نوروساینس رو نمیشه از تکامل جدا کرد. یعنی عواطفی که ما تجربه می‌کنیم تحت تأثیر دوره پستاندار بودن ماست، نه قبل از اینکه ما اصلا پریمات یا نخستی باشیم یا انسان باشیم. یعنی بین ما و پستانداران مشترکه و بسیاری از فانکشن ها و ویژگی های ذهنی ما با خزندگان هم مشترکه. بسیاری از کشش ها و تمایلاتی که ما در ذهنمون تجربه میکنیم اصلا مربوط به وجه مشترک ما با خزندگانه، یعنی اینقدر بنیادینه. بسیاری از کشش‌ها و سوگیری‌هایی که ما در حوزه عاطفی تجربه می‌کنیم و در حوزه آمیگدال و اینها تجربه می‌کنیم مربوط میشه به اشتراکات ما و پستانداران. و ما اگر تکامل رو درست متوجه نشیم متوجه نمیشیم که اصلا انسان کجا قرار گرفته، اصلا ذهن انسان در حقیقت کجا باید باشه. من اگه بیام بگم که مثلا چه می‌دونم خشم من از نمیدونم فلان مثلا فلان چیه ایدئولوژیک این خیلی انسانیه، خب اون موقع من میرم دنبال میکنم میبینم که خشم مثلا داره فلانجا شکل میگیره، این فلانجا هم که فلان پستاندار داره، پس چرا من فکر میکنم مال انسانه اصلا این مسئله؟ این خیلی بنیادین تر از این حرفاست. یعنی ما تکامل رو نه فقط به خاطر اینکه مثلا حالا بیولوژی رو متوجه بشیم، چون بدون تکامل که ما اصلا زیست شناسی اصلا متوجه نمیشیم. مثلا چرا زرافه گردنش درازه، نمیدونم چرا اون حیوان شاخ داره، چرا اون یکی نیش داره، چرا ما مثلا تونستیم رو پامون وایسیم، چرا نمیدونم چشممون سه بعدی میبینه اون یکی موجودات دو بعدی میبینن. این اصلا زیست شناسی رو ما اصلا متوجه نمیشیم اگر تکامل رو متوجهش نشیم. ولی جدا از این که حالا بحث زیست شناسی رو بخوایم متوجه بشیم یا نشیم، جایگاه انسانی هم یه مقدار لازمش اینه که من اصلا بفهم انسان کیه، کجا قرار گرفته و چه جوری داره نگاه میکنه، نه اینکه حالا فقط از منظر تکامل نگاه بشه. این حرفم درست نیست، ولی من لااقل باید از منظر تکامل بدونم که چه وجوه مشترکی با حیوانات دارم یا چه دامنه، چه امتدادی در طبیعت دارم، همچنان کجا همچنان دامن من در طبیعت گیره و هورمون‌های من در حوزه ذهنی من تاثیرگذارن. اونها جاییه که انسانیت من هنوز مال خودم نیست، یعنی تحت تاثیر چیزها در طبیعتن و من به واسطه تمایز و فاصله گرفتن خودم از اونهاست که تازه میتونم جایگاه انسانی خودم رو متوجهش بشم و درکش بکنم. اینها یعنی بفهمم که چه چیزهایی شامل انسان نیست، چه چیزهایی در انسان نیست. اون چیزهایی که در انسان نیست مشترک با سایرین و اون چیزهایی که یعنی اینجوری بگم بهتره، چه چیزهایی در طبیعت نیست اون میشه انسانیت من دیگه به نوعی. اونایی که در طبیعت از مشترکات و اینها عملا مشترکات من با طبیعته، ولی قله ها و پیک های انسانی من اونهایی که در طبیعت رد پاشو به این راحتی نمیشه پیدا کرد دیگه در حقیقت. که حالا اینا خیلی مثلا مثل خود نظریه آگاهی یا خیلی چیزا اینجوری، اینا خیلی انسانی ان دیگه، چون
دیگه ما نمیتونیم در پستانداران و در خزندگان و اینا بریم دنبال اونها بگردیم و این به ما کمک میکنه که جایگاه انسان رو بتونیم بهتر متوجهش بشیم و بهش بپردازیم. پس مغز ما یک مغز تکاملیه و بسیاری از بخش‌های ذهن ما، یعنی بیش از 98% مغز ما که می‌بینید شبیه شامپانزه است، یعنی از نظر چیزی، و ما بسیاری از بخش‌های مختلف با سایر موجودات و پستانداران و اینا مشترکه. ما باید به این آگاه باشیم که خیلی از تراوشات ذهنی ما تحت تاثیر مغز تکاملی ماست که امروزه، حالا الان تو اسلاید بعدی فکر می‌کنم، امروزه اینو توی بحث توی نورو مارکتینگ و اینا که حالا در 2 جلسه قبل هم فکر می‌کنم یه مقدار روش اشاره کردیم، بهش خیلی پرداخته میشه، یعنی سوء استفاده حتی ازش میشه، از اون جنبه‌ای که به مغزی که من میدونم چجوری از بیرون تحریک میشه، یعنی همون مغز تکاملیه و من ذهنیت یه آدم رو از طریق تاثیرگذاری رو مغزش میتونم حداقل یه تأثیر روش بذارم. حالا نمیگم این تأثیر دقیقاً علیه یا هر چی، ولی احتمال تغییرش رو میتونم حداقل افزایش بدم دیگه. حالا شما در مورد مغز اینم باید بدونید که مغز در فرآیند تکاملی همچین اتفاقی براش افتاده. یعنی مثلا الان توی نوروساینس مغز رو حداقل به 3 تا لایه اصلی تقسیم میکنن که این لایه‌های اصلی انگار که مثل گیاه روی هم رویدن و اضافه شدن. یعنی همونطور که شما مثلا یک درخت رو می‌بینید، لایه‌های بیرونیش رو، تنه بیرونیش رو می‌بینید، بعد لایه‌های داخل‌تر و این به تدریج از داخل شروع میشه، بعد هی اضافه میشه، لایه‌ها بهش اضافه میشن دیگه. مغز ما هم همینطور بوده، مثل گیاه هی لایه‌های بهش اضافه شده. ما در مرحله اول مغزی که داشتیم با خزندگان یکی بوده، یعنی تو لایه اول همونطور که تو این تصویرم می‌بینیم اون صورتی داخلیه در حقیقت که به بخش‌های ساقه مغز و بخش‌های داخلی مغز مربوط میشه که حالا توی نوروآناتومی مقدار بهش بیشتر می‌پردازیم، اونها جاییه که مغز خزندگان اونها رو داره. یعنی ما از این بخش از مغز ما با مغز خزندگان یکیه که بیشتر شامل مثلا نخاع و مخشه و اون هسته داخلی مغز، ساقه مغز و اینها میشه که به امور حیاتی ما هم بیشتر مربوط میشه و دسترسی داره، یعنی کنترل میکنه اینا، مثلا تنفس، ضربان قلب، نمیدونم چیزهای حیاتی و اینها که خب بین ما و خزندگان هم مشترکه دیگه. بعد به تدریج در طول میلیون ها سال لایه بعدی به تدریج شکل گرفته که سیستم لیمبیک بهش میگن، اون لایه‌ای که حالا قرمزتره، نمیدونم چه لایه وسطیه، سیستم لیمبیک شکل گرفته که شامل آمیگدال و هیپوکامپ و اینا میشه و پردازش عاطفی روانی ما تو اونجا اتفاق میفته که تمام پستانداران این آمیگدال رو دارن، یعنی سگ و گربه و نمیدونم خرس و ببر و پلنگ و اینا همه این آمیگدال رو دارن، به این معنا که اونها هم پردازش عاطفی دارن، یعنی اونها هم ترس دارن، اونها هم خشم دارن، اونها هم اضطراب دارن، یعنی در حالتهای مختلف عاطفی قرار میگیرن که واکنش‌های رفتاریشون بر اساس اون تنظیم میشه دیگه. شما مثلا یه سگی که خشمگینه با یه سگی که میخواد باهاتون بازی بکنه، واکنش‌های رفتاریش در اون کانتکست تعریف میشه. یعنی اگر اونجا مثلا دندونش رو شما نشون میده یه معنی داره، اونجا نشون میده یه معنی دیگه داره. پس پردازش عاطفی رو به این معنا همه موجوداتی که آمیگدال دارن، همه موجوداتی که سیستم لیمبیک دارن انجام میدن و این کاملا به حوزه به پستانداران مرتبط میشه. پس این خیلی خوبه که ما بدونیم که لایه وسطی مغز ما با همه پستانداران مشترک، مشابهه و اون پردازش هایی که اونا انجام میدن و ما هم انجام میدیم، یا اونایی که ما انجام میدیم اونا هم انجام میدن و این خیلی مربوط به خود من نیستش، این بیشتر در امتداد طبیعت شکل گرفته و برای طبیعی هم هست دیگه، برای سروایو دیگه، برای بقا دیگه. من اونجا حالتهای پردازش حالتهای عاطفیم که توسط مثلا سیستم لیمبیک انجام میشه به من کمک میکنه مثلا من الان در کانتکست خشم قرار بگیرم، در کانتکست مبارزه قرار بگیرم. خب اینجا دیگه همه سیستم های بدن من به صورت میدانی تحت تاثیر این کنترل میشه دیگه. ضربان قلبم تنظیم میشه، برای اون مبارزه میره بالا، نمیدونم جنبه های انگیزشی، نوروترانسمیترها، هورمون هایی که باید ترشح بشه، ضربان قلبم، دریچه رگ ها، نمیدونم گشادی مردمک چشم، همه اینا تنظیم میشه به صورت میدانی و این یک خاصیت بوده، یک خاصیت تکاملی و یک خاصیت برای بقا بوده دیگه به نوعی که من میتونم الرت نسبت به نسبت به طبیعت مواجه بشم و برخورد بکنم و یک واکنش های یک پارچه‌ای داشته باشم در حقیقت. حالا اینو جلوتر توی
بحث همین، حالا شاید اصلا جلسه بعد یه مقدار بیشتر اینو براتون بازش کنم اگه لازم شد، راجع به اینکه ویژگی هایی که مغز خزنده ایجاد میکنه و سیستم لیمبیک و بعد نئوکورتکس اینا چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن. حالا اینو میتونیم یه مقدار راجعش بیشتر صحبت بکنیم. اما حالا فعلا در اینجا وجود سیستم لیمبیک کمک میکنه که ما یه دفعه در یک مود احساسی عاطفی قرار بگیریم که اینو خزندگان ندارن. مثلا خزندگان مشکلشون اینه که وقتی که دارن میرن مثلا جفتگیری بکنن مود خاصی برای مسئله ندارن، یا وقتی دارن میرن مثلا از دست شکار از دست شکارچی فرار بکنن یا به دنبال شکار برن، مود خاصی برای موضوع ندارن. به همین دلیل هم وسط راه ممکنه فراموش بکنن داشتن چی کار میکردن و واکنش یک پارچه‌ای بروز ندن. یعنی طرف مثلا داره میره غذا پیدا بکنه، یه شکارچی حمله میکنه، این فرار میکنه، بعد اصلا یادش میرفته که داشته میرفته غذا پیدا بکنه و اینا، چون اون کانتکست احساسی و وضعیت چیز رو نداره. ولی سیستم لیمبیک این کمک رو میکنه که یک وضعیت ذهنی حالا نسبتا پایدارتر ایجاد بشه و از اون طریق حیوانات واکنش کم ریسکتری داشته باشن. مثلا در مورد واکنش هایی که ما تو وضعیت ترس، خشم، فرار، فایت اور فلایت، وضعیت جنگ و گریز در حقیقت بروز میدیم، این وضعیت‌هایی هستن که ما به صورت یک پارچه تو اونها قرار میگیریم. خب و این کاملا به همون سیستم لیمبیک مربوط میشه و در حیات و بقا هم چیز داشتن، در حیات و بقا هم کارکرد داشتن و ما رو تو وضعیت قرار میدن که همین الان اینا شده خودش خطای شناختی دیگه. مثلا من وقتی که میترسم انگار که واکنش‌های یک پارچه‌ای نسبت به اون انجام میدم یا اضطراب دارم، که خود همین باعث میشه مواجه شدن من با زندگی درگیر خطای شناختی باشه. چون زندگی امروز ما که خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست که ما بیایم بگیم خب یا مثلا خطره یا مثلا خطر نیست یا مثلا جنگ یا گریزه یا فلانه، بلکه ما باید خیلی در شرایط مختلف با ذهن پیچیده‌ای به موضوع نگاه بکنیم که سیستم آمیگدال داره اینو سادهش میکنه، سیستم لیمبیک داره اینو ساده سازی میکنه، داره میگه خب خشم، ترس، فلان. ولی این برای اونجا بیشتر کاربرد داشته. برای انسان لایه سومی شکل گرفته بیشتر که در پریمات ها در حقیقت و در انسان که بهش میگن نئوکورتکس، که نئوکورتکس در یونانی همون نیوکورتکس، یعنی قشای جدید، قشای خارجی جدیدی که در حقیقت از بیرون مغز شکل گرفته، یعنی بیرونی ترین و جدیدترین لایه است. مثل همون گیاهی که راجعش صحبت کردیم که این گیاه انگار لایه‌های بیرونیش لایه‌های جدیدتری ان دیگه. در حقیقت این بیرونی ترین لایه شکل گرفته که به اصطلاح به چیزهای به اصطلاح بهش میگن مسائل پیشرفته تر ذهنی یا فانکشن های سطح بالاتر به اصطلاح مرتبط میشه، مثلا اراده، اختیار، نمیدونم تصمیم گیری، مثلا رعایت روابط اجتماعی، مثلا اینکه من در جمع چجوری رفتار بکنم، نمیدونم تکلم، صحبت کردن، به این جور چیزها بیشتر مرتبط میشه که اینا در نئوکورتکس در شکل گرفتن. و این چیزیه که مثلا پستانداران ندارن، این لایه‌ای که پستانداران ندارن خزندگان هم ندارن و مسائل باید بیاد، مسائلی که در مغز هم پردازش میشه باید اول از لایه مغز خزنده عبور کنه، از سیستم لیمبیک عبور کنه، بیاد برسه به مسائل سطح بالاتر به اصطلاح، که این مسائل سطح بالاتر پردازش‌های بالاتری می‌طلبه که در اون لایه‌های کورتکس این پردازش‌ها اتفاق میفته و در نهایت خودآگاهی و اینها هم محصول نئوکورتکس دیگه در حقیقت. که حالا بعضیا معتقدن که جای خاصی براش هست، بعضیا معتقدن که نه، اینا در یک چرخه‌هایی دائما شکل میگیره. که حالا من دو سه تا نظریه تو بحث کامپلکسیتی و تو بحث امواج مغز و اینا هست راجع به کانشسنس و اورنس، اینو براتون جلوتر، حالا در چند جلسه جلوتر اینو یه مقدار براتون بازش میکنم. پس تا اینجا من یک پیشینه تکاملی رو خدمتتون عرض کردم که مغز چطور در فرآیند طبیعت شکل گرفته، سلول ها اصلا چطور شکل گرفتن، چرا باید سلول ها اختصاصی میشدن و بعد این اختصاصی شدن سلول ها چطور ما رو از طبیعت جدا کرده به مثابه یک مجموعه کلونی کلی که منافع متفاوت و منافع متضادی با مابقی بخش‌های طبیعت داره. چون بخش‌های مختلف طبیعت در منابع محدود دارن زندگی میکنن و ما وقتی در منابع محدود زندگی میکنیم و میخوایم دوام داشته باشیم حتما به تضاد منافع با هم برمیخوریم دیگه. پس این
ژن من و اختصاصی شدن سلول های من کمک کرده به اینکه من بتونم مجموعی رو تشکیل بدم، قلمرویی رو تشکیل بدم که با طبیعت فرق داشته باشه، با مابقی اجزای طبیعت، با مابقی موجودات در حقیقت فرق داشته باشه. و برای این موضوع، برای اینکه یک نظام پیچیده و منظمی داشته باشم، باید هر کدوم از سلول های من در بدنم یک نقش اختصاصی داشته باشن، ولی با علم به این که در یک بدنه کلی‌تر چه نقشی رو باید انجام بدن. یعنی هم نقشه کلی رو در حقیقت داشته باشن، هم این که بدونن که وظیفه خودشون توی شرایط چه شکلیه و چطور باید اون نقش خودشون رو ایفا بکنن. حالا در امتداد این مسیر سلول عصبی رو بخوایم تعریف بکنیم. سلول عصبی یا نورون سلولیه که برای هدایت جریان الکتریسیته اختصاص یافته است به اصطلاح. یعنی تعریف بیولوژیک سلول عصبی این شکلی میشه که همونطور که حالا میدونیم در مورد سلول های مختلف ما این چیز رو داریم، این ماجرا رو داریم، اختصاصی شدن رو داریم و نقشه ژنتیکی رو داریم. حالا همونطور که گفتیم مثلا حالا در یه بدنه چند سلولی یه سلولی منابع رو میاره، یه سلول دفع میکنه، اینها در بدن ماها که پیچیده ترین موجودات تکاملی حیات و اینا محسوب میشیم، سلول ها خیلی اختصاص یافته ترن، خیلی تخصصی شده ترن، ولی تخصصی به معنای یک کامپلکس سیستم، یعنی اینکه اجزای مختلف با همدیگه تعاملات پیچیده و در هم تنیده‌ای دارن در راستای یک کل منسجم. اینو یه وقت اشتباه نگیرید. یعنی این پیچیدگی به این معنی نیستش که هر کی واسه خودش یه کاری داره انجام میده، بلکه این تخصص و این پیچیدگی به این معناست که اجزا، یعنی هر یک سلول داره واسه خودش یک کار اختصاصی انجام میده، یعنی با سلول های دیگه فرق میکنه. ما الان میدونیم در مغز یه چیز جالبی وجود داره، شاید البته بدونید همتون، ما در مغز 2 نورون نمیتونیم پیدا بکنیم که دقیقاً شبیه هم باشن. همینطور 2 نورون رو در کل یونیورس هم نمیتونیم پیدا کنیم که دقیقاً شبیه هم باشن. یعنی یک نورون در مغز من هیچ مشابهی در هیچ جای دیگه جهان نداره. یعنی در مغز شما هم هیچ نورون دقیقاً نیستش که دقیقاً شبیه همون نورون باشه و اینا با هم دیگه نورون ها کاملا یونیکن، چون موجود زنده ان دیگه، سلول زنده ان. و این یونیک بودن در عین حال اون اختصاصی و تخصصی بودن اینه که پیچیدگی داره ایجاد میکنه، چون اجزای متنوع و متعدد و تخصصی در کنار هم قرار گرفتن برای یک جریان و هدف مشترک. انگار که دارن جریان رو پیش میبرن به طور کلی، ولی هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن. این که هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن، این هم سلول وجود داره و در نهایت یک مجموعه کلی داره پیش میره. این اون کامپلکس سیستمیه که باعث میشه تعامل اجزا چیزی بیش از اجزا رو حالا بسازه، که در سیستم‌های پیچیده و سیستم‌های میدانی ما به این باور داریم دیگه. ما میگیم که اجزای پیچیده کنار هم قرار میگیرن، دیگه چیزی بیش از جمع جبری اجزا رو میسازن. دیگه فقط اون اجزا نیستن که کنار هم قرار گرفتن، یعنی فقط ما یه تعدادی سلول نداریم فقط، بلکه یک فانکشن هایی داریم که به صورت ثانویه از اینا برداشت میشه و اگر این اجزا رو جدا کنار هم بچینیم لزوما اون اتفاق نمیافته. این حاصل کانتریبیوشن، ترکیب و تعامل اینها هستش دیگه. بنابراین سلول عصبی هم یکی از همون سلول هاییه که در تکامل شکل گرفته و به وجود اومده، ولی با یک اختصاصی شدن خاصی. سلول عصبی سلولیه که برای هدایت جریان الکتریسیته اختصاص یافته است، یعنی کارش اینه که جریان الکتریسیته در بدن ما تولید کنه، یا به اصطلاح اکشن پتانسیل یا پتانسیل عمل ایجاد بکنه، شلیک عصبی ایجاد بکنه و از این طریق یک شبکه ارتباطی سریع و خیلی وسیع رو توی بدن ایجاد کرده که میتونه به همه بدن در بالاترین سرعت دسترسی داشته باشه و تأثیر کنترلی بتونه روی بدن در حقیقت داشته باشه. کل شبکه رو منظورم ها، نه فقط یک سلول. ولی سلول عصبی هم در حقیقت توصیف علمیش این میشه. این حالا جایگاه این اختصاصی شدن در تکامل رو خواستم خدمتتون عرض بکنم و اینکه اصلا مغز در تکامل چه شکلیه و یه قسمتی از این کتاب رو در حقیقت می‌خواستم براتون بخونم که صفحه 33 از کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی، ترجمه وزیر امور خارجه سابق. زیست شناسی شکل دهنده ذهن ماست. هیجانات انسان ریشه در هیجانات پستانداران دارد و به وسیله لایه‌های جدیدتر قشر جدید مخ تنظیم می‌شود. تاریخ تکامل مغز انسان که تا 200 میلیون سال قبل دوران پستانداران اولیه به عقب برمیگردد، با مجموعه‌ای از سوالات مبهم روبروست.
وابستگی مادر و نوزاد ریشه در منطقه‌ای از مغز پستانداران باستانی دارد که ماده خاکستری مجاور مجرای انتقال مایعات مغز PAG نامیده می‌شود. به نظر می‌رسد صدای آرامش‌بخش و مضطرب کننده مادر نوزاد با آهنگ یک نواخت زبان و حتی شاید موسیقی مثل لالایی و اینا ارتباط تکاملی داشته و با زیستشناسی از جهات مختلف پیوند دارد. چارلز داروین به تثبیت زمینه زیستشناختی تیره انسان کمک کرد. داروین مشاهدات فراوانی درباره ابراز هیجان در انسان و حیوان از جمله حیوانات اهلی خود داشت. برای صدها سال انسان‌ها می‌باید متوجه چنین شباهت‌هایی شده باشند، ولی در اروپا و سایر نقاط جهان اشاره به این شباهت‌ها تقریباً یک تابو بود. وجود اینکه شواهد خوبی در مورد مشترک بودن مغز هیجانی بین انسان و سایر پستانداران وجود دارد که حالا مقاله‌اش هم اینجا هستش دیگه، میتونید در واقع بهش مراجعه بکنین. در زمان داروین این ایده خیلی بحث برانگیز بود. امروزه هنوز کتاب ابراز هیجان در انسان و حیوان داروین به عنوان یک کتاب کلاسیک در تحقیقات هیجان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اکمال 2003. آره دیگه. حالا اینم بخونم. چارلز داروین در زیستشناسی ذهن، چارلز داروین در کتابش به نام ابراز هیجان در انسان و حیوان نمونه‌های بسیاری از هیجانات انسان و حیوان را که اساس زیست شناختی دارد آورده است. بدیهی است فرهنگ و روانشناسی فردی نیز هیجان‌های او را شکل می‌دهد. عکس داروین را همچون یک مرد جوان نشان می‌دهد که حدوداً مربوط به این که چی میگه. همین. اوکی. اگر سوالی دارین در خدمتتون هستم. مرسی. اگر هم سوال ندارین که شاد باشین. مرسی.